سلام علیکم خدمت شما همه عزیزان و همراهان. انشالله امیدوارم که در سایه رب بی‌نیاز هر روز بهتر از روز قبل انشالله خوشحال و سرحال باشیم. همونطور که قول داده بودیم امروز اولین دعا رو با همدیگه یاد میگیریم و انشالله همیشه در زندگیمون اونو به کار میگیریم. خب دوستان توجه داشته باشین، یک نکته خیلی مهم برای همه ما مسلمانان ضروریه که ما اونو حتما مد نظر داشته باشیم. و اینکه بعضی از دوستان میگن که ما دعا هم میخونیم و ما خیلی از دعاها رو یاد داریم، اما مهمترین مطلب اینه که بیشتر عزیزان رعایت نمیکنن. هنگام خوندن دعا اولا ما باید حتما وضو داشته باشیم و بعد از اون یقین و باور ما هست که اون فایده اصلی رو به ما میرسونه. صحابه کرام رضی الله عنهم اجمعین، یاران پیامبر صلی الله علیه وسلم، زمانی که پیامبر صلی الله علیه وسلم یک نصیحتی، یک تحفه‌ای به اونا میداد، اونا با جان و دل باور میکردن، چون پیامبر صلی الله علیه وسلم حرفی که میزد از طرف خودش نبود، از طرف خداوند بود. همونطور که خداوند در کلام خودش در قرآن مجید در سوره اسراء میفرمایند که و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمت للمؤمنین ولا یزید الظالمین الا خسارا. ما قرآن رو نازل کردیم که برای مؤمنان شفایی باشه، رحمتی باشه و برای ستمکاران جز زیان بیشتر نیست. پس ما باید بیشتر در باور خودمون بگنجونیم این چیز رو، یعنی یقین داشته باشیم که خداوند اگر ما به این دعاها و به این نصیحت‌های پیامبر صلی الله علیه وسلم عمل بکنیم و باور داشته باشیم اونها رو، انشاءالله خداوند مشکلات ما رو برطرف میکنه، رزق ما رو برکت میده، زندگی ما رو برکت میده، بیماری های ما رو شفا میده و ما رو از شر شیطان و بیشتر ضررهای دنیایی و آخرت انشاءالله حفاظت میکنه. ما در این لحظه و از این به بعد اولین آیه هست، اولین دعایی هست که با هم یاد میگیریم و در ادامه بقیه دعا رو هر روز که یکی از این دعا رو یاد میگیریم انشاءالله ما باید باور خودمون رو درست بکنیم. بیشتر در باور خودمون، یقین خودمون باید کار بکنیم. خب حالا امروز ما میخوایم دعایی رو یاد بگیریم که اولا در قرآن اومده، یکی از سوره های قرآنه، یعنی پیامبر صلی الله علیه و سلم میگفتن که جامع ترین و کامل ترین دعا هست برای شفای هر بیماری. اما بازم اینجا تکرار میکنم که باید ما اینو باور داشته باشیم، اینو یقین داشته باشیم. زمانی که ایمان انسان به یک سطحی برسه که من با آیات قرآن، الله سبحانه و تعالی آیاتی فرستاده همش نور، روشنایی، فایده، به جز اینا دیگر نیست. پس ما حتما انشاءالله دعایی که امروز یاد میگیریم همونطور به همون روشی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به ما نصیحت کرده، حتما ما نتیجه خوبی رو حاصل میکنیم. پس انشاءالله تا پایان ویدیو همراه ما باشید تا با همدیگه این دعا رو یاد بگیریم. خب دوستان، دعایی که میخوام امروز یاد بگیریم گفتیم که یکی از سوره های قرآنه که در اول قرآن اومده به اسم سوره فاتحه که قرآن با اون شروع میشه. خب همین سوره فاتحه رو ما همیشه برای عزیزانی که از دست دادیم به صورت فاتحه میخونیم تا اونها در آخرت، زندگی آخرتی که در اونجا هستن، برای اونا فایده بشه. خب حالا اگر شما در نظر بگیرید که این آیات قرآن و این سوره پرمحتوا رو اگر ما در این دنیا برای خودمون، برای بیماران بخونیم، چه فایده الله سبحانه و تعالی به ما عطا میکنه؟ همونجور که رسول الله صلی الله علیه و سلم دستور دادن، نصیحت کردن و سفارش کردن، ما هم به همون شکل عمل میکنیم.
خب به این صورته که ما قبل از خوندن این سوره اگر عزیزی، بچه‌ای، همسرمون یا برادر خواهرمون یا پدر مادرمون در کنارمون هستن و بیمار هستن، رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتن که شما یا این سوره رو با اون روشی که دارم میگم در ادامه در آب یا یک شربتی یا به صورت همینجوری بخونید و اون بیمار رو فوت بکنید به طرفش، انشالله الله سبحانه و تعالی اونو شفا حاصل میکنه. خب دوستان، همونجور که گفتم انشالله اول با وضوء کامل در بالین بیمار در کنارش میشینید و با اطمینان و با خونسردی انشالله این دعا رو به همین روش که دارم میگم انجام بدید و بقیهشو بسپارین به الله متعال. خب ما یک درود داریم یا یک صلوات هست که به رسول الله صلی الله علیه و سلم اونو میفرستیم، بعد اون سوره رو میخونیم، سوره حمد رو، و در پایان دوباره درود رو میخونیم و انشالله بقیهشو میسپاریم به الله متعال. خب من در ادامه درود شریف که معروف است به درود شریف اونو میذارم و بعد سوره حمد رو با هم میخونیم و بعد دوباره درود شریف در پایان. انشالله در کنار مریض اینو تکرار میکنیم تا 3 بار و انشالله خداوند اون بیمار رو شفا خواهد داد. خب عزیزان، درودی که گفتم الان در تصویر میبینید معروف به درود شریف هست. شما باید قبل از خوندن سوره فاتحه باید 3 بار این درود رو بخونید که من میخونم، انشالله اینجا شما هم با من تکرار کنید. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. خب همونطور که گفتم بعد از اینکه شما 3 بار درود شریف رو خوندین، بعد انشالله با اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین آمین. خب حالا 3 بار سوره حمد رو هم میخونید و بعد از اینکه 3 بار سوره حمد رو خوندید انشالله دوباره 3 بار همون درود شریف رو بخونید. حالا گفتم اگر شما روی یک لیوان آب هم همین عمل رو انجام بدید و روی همون آبها فوت بکنید و به بیمارم فوت بکنید، انشالله فایده حاصل خواهد شد. خب دوستان، این بود دعای امروز ما و امیدوارم که الله جل جلاله همه بیماران رو شفا بده و از شما دوستان هم التماس دعا دارم که ما رو هم در دعاهای خودتون یاد بکنید انشالله.